انورای عثمانова 73 سال دارد و بیش از 50 سال است که در این بنا با اهل عائله‌اش به سر میبرند. به استثنای این عائله باز 22 خانواده دیگر نیز اینجا زندگی میکنند. از سبب فرسوده شدن بنا با قرار شهرداری باید این خانه ها تخریب و جای آنها بلندوشانه های زمانوی ساخته شود. ولی قسمی از ساکنان اینجا ناراضی از آنند که شرکت بناسازی شاه پلس طلبات آنها را قانع نمی‌کند. من خودم میخوام که خیلی مثلا اگر پول داشته باشن کادرات رای خونه ما پول کم رفته به خواست خودم خونه میخرن، یا اینکه از همین جاش اگر خانه تیان ای تاجو این 4 5 6 اجاره پولی 1-3-4 هزاری بتیان برای 3 ساله برای من آدم پیرانسال من 73 تا پیلین 6 هفته نبیره دور من گجا میرم کوارتیر با 1800 سوم با کوارتیر پولی بتیان من گجا میرم. در همین حال یک مسئول شرکت بناسازی شاه پلس که نخواست نامش ذکر شود میگوید آنها با هر صاحب خانه وا خوردند و پیشنهاد خود را رسانیدند. اکثریت طلبات آنها را قبول نموده خانه ها را خالی کردند. ما طبق حجت های آنها از روی مساحت منزلشان در جای موافق خانه پیشنهاد میکنیم. کسی را فشار نآوردیم، اما بعضی آنها نرخ‌های هنگفت پیش می‌گذارند که بی‌انصافانه بوده در هیچ کجا درست نمی‌گیرد. ما با آنها پیشنهاد نمودیم که تا 2-2.5 هزار سومانی برای اقامت موقتی اجاره پولی می‌دهیم. اصلا مبلغ یگانه مقرر شده برای اجاره در دوشنبه وجود ندارد. وابسته به مساحت، شماره حجره‌ها و محل بنا، نرخ اجاره‌ها فرق می‌کنند. در اینجا باید 5 بنای استقامتی 15, 17 و 19 آشیانگی بنیاد شود. باشندگان اینجا از آن شکایت دارند که خانه‌های آنها در آشیانه‌های یکم و دوم قرار داشت، اما شرکت بناساز با آنها از قبض‌های دهم بالا خانه می‌دهد. کارمند شرکت گفت که آنها از آشیانه‌های 13 پایان خانه‌های مساحتشان خرد ندارند و همه این خانه‌ها از 80 کوادرات زیاد است. سویمکو میخوام که اتاجایی که مثال 4 5 6 دو شوند فویزاشون 20 کوادرات شوند مثال بتان مثال فویزاشون که مساحتش مثال کم باشه 8 کوادراتی دو دستن کم دو دستن مثال شرکت هایی که مثال در شهر شرکت میکنن خانه میسازن باید تو 50-30% زیاد دو دستن مثال. نماینده شرکت میگوید که بالای مساحت عمومی منزل‌های هر یک باشنده اینجا 20% علاوگی مساحت میدهند. مثلا اگر مساحت خانه یک باشنده اینجا 100 متر مربع باشد، با علاوه 20% دیگر 120 متر مربع خانه نو میگیرد. یگانه چیزی که اینجا مشکل به بار آورده است این خودسرانه از خود کردن یک مقدار زمین‌های گرد و اطراف بنا است. بعضی ساکنان آن زمین‌ها را به آشخانه و انبارخانه تبدیل دادند که برای آن یگان حجت ندارند. ولی ما تنها در اساس حجت به مردم خانه پیشنهاد کرده می توانیم. گرد و اطراف بنای مذکور را شرکت شاه پلس علاوه با دیوار تنوکگی که تقریبا 6 متر بلندی دارد پوشانیده است. ولی نماینده شرکت بناساز میگوید پوشیدن دور و بر بنا طلبات کار ساختمانی است و به خاطر بی‌خطری خود مردم انجام داده می شود. حسنیه آدینه محمدова از کمیته معماری و ساختمانی میگوید که شرکت ساختمانی وقت حق دارد گرد و اطراف بنا را ببندد که همه ساکنان بنا را ترک کرده باشند. شرکت ساختمانی چون این کار را به خاطر آن میکند که هرچه تیزتر ساکنان بنا را ترک کنند. ساکنان میتوانند برای چنین کار شرکت ساختمانی به مقامات حفظ حقوق مراجعت کنند، میگوید حسنیه آدینه محمدова. امام علی سیدزاد، مذهب جمعه، علیشیر دودخانوف، ازیا پلوس.